سلام به همه شما اساتید زبردست موشکافی. آقا خبر جدید رو شنیدی؟ نشنیدی؟ چطور نشنیدی؟ بابا آمانو گفته سیدعلی در حل مسئله هسته‌ای گام مثبت برداشته. اینها گام مثبت ایران در حل مسئله هسته‌ای. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه مقدماتی نشست فصلی شورای حکام آژانس در وین با اشاره پرونده هسته‌ای ایران گفت اقداماتی که بر اساس برنامه مشترک اقدام توافق شده است طبق برنامه در حال اجراست. یوکی آمانو با تاکید بر اینکه ایران در چارچوب دوره موافقت شده 3 ماهه 6 اقدام عملی اولیه را اجرا کرده، پایبندی ایران به تعهدات رو نشون دهنده یک گام مثبت رو به جلو دونسته. خب تموم دیگه. اگه عظما گام مثبت رو برداشته و اقدامات عملی رو رفته و خلاصه زهر رو آره و اینا، خب پس توافقنامه کولاک کرده دیگه. جدی میگم باید توافقنامه رو طلا بگیرن. راستی چرا زرزرقامی نمیذاره مخالفای زهرخورون سیدعلی بیان تو تیوی ریش؟ خب میان 4 تا حرف میزنن، بعد معلوم میشه کار هیئت مذاکره کننده خیلی درسته. اون وقت قال قضیه کنده میشه میره دیگه. راستی این زرزری چرا خودشو انداخته تو هچل؟ منتقدانی که درخواست نقد توافقنامه ژنو در صدا و سیما را داشتند در نامه خود به سخنان اخیر رئیس جمهور در جمع اساتید دانشگاه‌ها اشاره داشتند و آگاهی از توافقنامه را جزو حقوق مردم خوانده بودند. البته زرقامی هم در پاسخ خود به تاکید رئیس جمهور بر ضرورت نقد حقوقی توافقنامه ژنو اشاره و پاسخگویی را حق منتقدان دانسته است. این چه مسخره بازیه؟ اونا میگن مناظره میخوایم، اینم میگه حق منتقدانه. از اون طرف خود کوسه چیا هم میگن ما طالب مناظره ایم. آی نفس کش. در رسانه ملی چرا باید تضارب آرا و عقاید و سلایق فکری مختلف از افتخارات نباشد؟ شایسته است که مسئولانی در این رسانه ملی در رأس امور باشند که شوراهای نظارتی برای آنان خاصیت امربری و تشریفاتی نداشته باشند، وانگهی ریاست برای آنان کیش شخصیت نشود. خب دوستان اینم از این. حالا سوال اینجاست که راستی چرا سیدعلی که رئیس تیوی ریشه زرزری رو اینجوری انداخته تو دردسر؟ جوابشو از موشکاف بشنوید. آقا جون ترس عظما از مناظره است. اصلا اسم مناظره میاد سیدعلی تب میکنه. با خودش میگه یه بار مناظره گذاشتیم قیام شد، طلسممون شکست. یه بار دیگه گذاشتیم از تو شیخ پری و زهرخورون بیرون اومد. این دفعه دیگه معلوم نیست چی از این مناظره بزنه بیرون. این مناظره ها به سطح خیابان ها هم کشیده شد، داخل خانه ها هم رفت. البته همینجا من عرض بکنم که این گفتگوها نباید به جایی برسد که تبدیل بشه به کدورت به کینه. اگر این شد اون وقت اثر عکس خواهد داشت. بله ترس سیدعلی از همین اثر عکسه. میترسه باز عکسش بره کف خیابونا و زیر کفشای همه. بله عکس عظما رو نگاه کن زیر کفشای همه، دوتا لنگاش رو هوا تو مایه زیر خمه. هی میگه میرم میجنگم با یه لشکر یه تنه، خودشم خوب میدونه اینا همش دود و دمه. والا دوده والا دمه. شریعت مداریه. خودو بیا بابا بیا حالا آخه بلا نشو، بلا بگیری گریگوری وای خدا نگاه اما مشو. من میخوام بیام واسه دوست دارم تو بگی زمانشو، اگه داری خفه میشی میری یکی بکشه هوا کشو. تريد ان تصدر ولاية وای الفقيه. خدا ببین زبونشو، عظما میخواد چپ کنه واسه امامش تب کنه. دل من قده امام اونجا رو مرتب کنه.
هیچکی عثمان افله شد. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ هرچی ملا نفله شد. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ زیر دست پا نفله شد، هیکلش را پله شد. وقتی اونو توی راه بام میدیدیم یه چیزی گفت ما به ریشش خندیدیم. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ هیچکی عثمان نفله شد. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ هرچی ملا نفله شد. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ زیر دست پا نفله شد، هیکلش را پله شد. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.